به نام خداوند جان و خرد. دوستان سلام. بدون وقفه بریم به یه فیلمنامه ما قبل نقد بپردازیم. صبح اعدام. فیلمنامه نشون دهنده اینه که افخمی تو دام بزرگترین بلای سینما گیر افتاده. خودش رو جدی گرفته. به جای روایت یه سری لحظات کشدار و پرتکرار میبینیم که نه دراماتیکن نه اون مدرن. یه جوری شروع میکنه انگار قراره با یه شاهکار روبرو بشیم، اما فقط بوی شعار میاد. چرا؟ چون به جای روایت داره برامون سخنرانی میکنه. یه سری تمهید پرتکرار هست که انگار یه دانشجو از روی فیلم‌های خوب کپی کرده، تازه اونم با دست چپ. مثل اون استعاره نصف نیمه و زشت صدای تبر برای تیک تیک ساعت. در شخصیت‌ها هیچ حسی از بداهه یا طبیعت انسانی وجود نداره. بیشتر شبیه یه سخنرانی آموزشیه. مثل اون گفتگوی طیب با قاضی عسکر که نه ساختار داره نه محتوا. دیالوگا پر از شعار و عاری از احساس. وقتی طیب داره درباره وصیت‌نامش حرف میزنه، مخاطب فقط منتظره که اون بخش تموم بشه. فیلم باید روایت کنه، نه اینکه مدام تو گوش مخاطب سخنرانی کنه. شما فکر کنین دو تا شخصیت، حاج اسماعیل و طیب، در آستانه اعدامن و لحظات باید پر از تنش، اضطراب و درگیری روانی باشه. ولی در عوض کمدی شده. انگار افخمی اصرار داره که هر آدمی از کنار طیب رد میشه رو به یه گفتگوی بی‌معنی بکشونه و وقت مخاطب رو تلف کنه. قصه به شدت در فهم درام مشکل داره و پر از صحنه‌های بی‌هدفه. طولانی کردن صحنه‌ها با امید به عمیق کردن یا هنری شدن اثر یه اشتباه رایجه. صحنه تعارف حاج اسماعیل به طیب برای ورود به میدون تیر به جای اینکه حس حماسی یا تراژیک ایجاد کنه، باعث میشه مخاطب احساس کنه که با یک دروغ بزرگ روبروه. عزیز دلم، وضع کردن که ضعف‌های ساختاری رو پنهان نمی‌کنه. چرا هیچ لحظه ای از شک، ترس یا حتی تأمل عمیق در شخصیت‌ها دیده نمیشه؟ این شخصیت پردازی بی‌احترامی به یک واقعه تاریخیه. صداهای راوی مثل صدای کلیددار یا خبرنگار قصه رو به یه اعلامیه تبدیل کرده تا فیلمنامه‌ای که حتی از لحظه اعدام هم نتونه استفاده کنه دیگه فاتحه‌اش مونده است. آقای نویسنده، یکم مشق کن. استفاده از اشعار حافظ توی فیلمنامه حکم همون سنگ قبر سینما رو داره. اینکه فکر کنیم با چسبوندن اشعار فاخر میتونیم داستان رو هنری کنیم یه اشتباه بزرگه. حافظ به متن عمق نمیده وقتی خود متن هیچ عمقی نداره. و پایان فیلمنامه یه شکنجه بی پایان. بهروز، من دوست دارم. ناراحت نشو.